با درود فراوان دوستان، رحیمی هستم از پیج گنجینه‌های پارسی. خب لایو قبلا که گفتیم چه آرزه های مهم هستن. الان آرزه اولی که گفتیم چشمه ها. حالا چه چشمه هایی مهم هستن در جایی مثلا میخواستن کنار چشمه جنس بذارن، گنجی بذارن یا مقبره کار کنن. خب چشمه ها، مثلا چشمه داریم، چشمه شفا، مثلا شفا چشمه شفا مثلا میگن آبش مقدسه، آبش مثلا فلان کنیم بدنمون فلان میشه یا بخوریم جاودانه میشیم، یا اینا مثلا چشمایی هست که همیشه مهمه. این کنار چشما همیشه هم مقبره هست، یعنی یه نقطه زنی چیزی داشته باشه یا آدم چشم تیزبینی داشته باشه مقبره هست. دیگه براتون بگم قلک و جنسای ریز مثلا شبه قبر میذاشتن. قبر خاص هست، قبر خاص و شبه قبر. شبه قبر چیه؟ مثل قبر می اومدن چیکار میکردن؟ مثلا شما چشمه رو دارین، اینجا یه چشمه دارین، آبش اینجوری می اومده پایین، می اومدن تو مسیر چشمه، یا حالا بعضی موقع میبینید تو دراه شدن چشمه، مثلا یا تو شیب چشمه یا بالای چشمه، تو شیب مثلا اینجا کوه هست، اینجا کوه هست، اینجا چشمه هست، اینجا می اومدن یه تپه کوچیکی درست میکردن، یا مثلا یه قبر تکی میذاشتن، اینجا یه قبر گردی یا مربعی یا مستطیلی میذاشتن، یا مثلا 3 تا قبر میذاشتن. اینا وقتی 3 تا باشه احتمال شبه قبرش هست. این شبه قبر میذاشتن چون قدیم به قبر خیلی اعتقاد داشتن، مثلا به دنیای ابدیت خیلی اعتقاد داشتن، هیچ وقت خراب نمیکردن، قبر رو خراب نمیکردن، دست به این قبر نمیزنن. برای همین میان شبه قبر درست میکردن و جنس تو یکی اینا میذاشتن. اکثرا اینو وسطی هست، یعنی اگه 3 تا قبر شما دیدین یه جایی هست 100% وسطی همش مهمتره. کنار چشمه نامی باشن، نه هر جا قبر دیدین وسطش مهمه، نه، کنار چشمه، کنار یک آرزه مهم باشه، آرزه مهم، چشمه، کوه، نمیدونم اسدار باشه. یا مثلا مقبره میخواستن بذارن، میومدن همینجور کنار چشمه بالا تو شیب کوه میومدن چیکار میکردن؟ الان هست جایی هست چشمه های مهم هست، یه چای مهمی هست، مثلا الان اینو من پاک کنم میبینی چجوریه. مثلا اومدن جایی دیدم یه سنگچینای هست یو شکل، اینجوری هست، یو شکل هست یا ال شکل هست یا خطی هست. اینا حروفایی هست مال قدیم، خود مال علم یهودی